درود بیننده گرامی، برنامه خبری بود تحلیلی اخبار آزادی است و من طاهری سفر در خدمت شما. در ابتدا نگاه به سرخط خبرهای امروز دوشنبه 4 اوگوست. امروز در شهر مسکو محاکمه 19 گمانبر به حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس آغاز یافت. حمله که روز مهاجران تاجیک را سیاه کرد. یک سازمان مخالف دولت تاجیکستان میگوید حکومت از حق مهاجران تاجیک در روسیه حمایت نمی کند چون مقامات جرأت حمایت از حقوق شهروندان خود را ندارند. منصبداران تاجیک میگویند قطع نیروی برق در تابستان به سبب هوای گرم و تعمیری شبکه‌ها است. ساکنان میگویند سبب دستگاه‌های فرسوده است. من ترانسفورماتور رو بسیار وقت میکشم ویران میشه با گریه میکنم. امروز در یکی از دادگاه‌های شهر مسکو پایتخت روسیه محاکمه گمانبران به حمله تروریستی مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس آغاز یافت که اکثریت آنها شهروندان تاجیکستان هستند. در کرسی گمانبران در جنایت 19 نفر نشستند و به طرح‌ریزی و انجام حمله تروریستی متهم می‌شوند. با آغاز مرافعه دادستان روس خواسته است که این محاکمه متهمان پس درهای بسته صورت بگیرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم میرزا نبی خالقزاد. خبرگزاری دولتی تاس میگوید از بس که تعداد حاضران در مرافعه زیاد است، آن در تالار بزرگ دادگاه شهر مسکو صورت میگیرد. در حمله تروریستی به کراکوس در کنار مسکو در روز 22 مارس سال 2024 149 نفر کشته و 609 کس دیگر مجروح شدند، ولی شماره عمومی آسیب دیدگان تا 2000 نفر اعلام می شود. مقامات انتظامی روسیه دلیرجان میرزایف، محمد صابر فیضوف، فریدون شمس‌الدین و سید اکرم رجب‌علی زاده 4 مهاجر تاجیک را عاملان اساسی حمله نامیده گفتند که آنها عضو حلقه خراسان گروهی دولت اسلامی هستند و با امر و فرمان این گروه و همدستی خدمات مخصوص اوکراین به تالار کنسرتی کراکوس وارد شده به سوی مردم تیراندازی کردند. اوکراین این ادعا را رد کرده است. مفتشان روس همچنین مهاجران تاجیک را به آن گمانبر می‌دانند که قصد داشتند در شهر کاسپیسکی داغستان هم به یک مرکز تفریحی حمله کنند. ادعای نوی که از پرونده بیرون آمده است. شیوه بازداشت بیرحمانه 4 مهاجر تاجیک بعد حمله این شبهه و گمان را برانگیخت که شهروندان تاجیکستان را عذاب و شکنجه دادند تا گناه ناکرده را به گردن بگیرند. ماموران امنیتی روسیه وقتی بازداشت مهاجران تاجیک گوش یکی از آنها را بریده مجبورش کردند که آن را بخورد. به تن دیگری برق ماندند و سومی را به حدی زده بودند که او را در عرابه معیوبان و بیهوش و بیاد به دادگاه آوردند. گمانبر دیگر با سر و روی سیاه و ورمیده پارچه از سلوفان در گردن داشت که عمدتاً برای نفسگیر کردن استفاده میبرند. گنادی کوتکوف، افسر سابق کگب و وکیل مردمی سابق روسیه با اشاره به این شکنجه متهمان گفته است که به آنچه که مقامات روسیه میگویند باور ندارد. به اعتقاد من در پس همه این خدمات مخصوص روسیه ایستاده است که میخواست جامعه را به نوع بترساند، اما چیزی شد که خودشان نمیخواستند. من باور نمی کنم که این را یک گروه تاجیکان انجام دادند که از طریق اینترنت آنها را کرا کردند. روز 4 اوگوست در نشست خبری وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان از او پرسیدند که آیا نمایندگان آنها در محاکمه حضور خواهند داشت؟ اگر ما مراجعت کنیم لازم دانند شاید مرافعه وقت باید است آزاد است، شاید باید در شرطی که اگر در اونجا حضور داشته باشیم. مقامات تاجیکستان در تحقیق پرونده شرکت نداشتند و از حقوق شهروندان خود به طور جدی حمایت نکردند. و یک سازمان مخالف دولت حکومت تاجیکستان را برای خاموشی در برابر نقض حقوق مهاجران در روسیه سخت نکوهش کرده است. گروه 24 فعالیتش ممنوع در تاجیکستان در بیانیه گفت رژیم رحمان در نزد این ظلم و تعقیب‌ها خاموش مانده، نه تنها حمایت ملت را فراموش کرده است بلکه با این خاموشی هم دستی را نسبت به آزار مهاجران نشان می‌دهد. صدها هزار شهروند تاجیکستان در روسیه کار و زندگی می‌کنند و از سال‌های اخیر تعقیب و بازداشت و لطوکوب و اخراج آنها از روسیه افزوده است. مقامات مسکو تصمیم خود را به پیشگیری از جنایت و افراطگرایی پیوند می‌دهند.
جانب تاجیکستان در گذشته و در چند مورد انگشت شمار اعتراضی رسمی خود را بر رفتار ماموران امنیتی روسیه بیان داشتند، ولی در اکثر حالات یا اظهار بیخبری میکنند یا سکوت را اولاتر میدانند. بیانیه گروه 24 در واکنش به اظهارات اتحادیه اروپا نشر شد که چند پیش در گزارش از حکومت روسیه خواست تا زار و اذیت مهاجران از جمله مهاجران تاجیک را در روسیه بس کنند. با ادامه شکایت مردم در تاجیکستان از قطع نیروی برق، مقامات رسمی در نهایت شرح دادند که چرا در فصل تابستان نیروی برق در خانه‌های مردم و مؤسسه‌های دولتی و خصوصی قطع می شود. در فصل‌های تیر ماه و زمستان تولید نیروی برق ناکافی در تاجیکستان سبب محدودیت در تقسیم برق است. اما در تابستان چی؟ گزارش ارشاد سلیمانی و شعلای عبدالله در همین باره است. طرح‌های نو و ساختن شبکه و خط‌های جدید برق یک سبب بی نیروی برق ماندن مردم در فصل تابستان شدند. مسئولان شبکه‌های تقسیمات برق در نشست خبری در دوشنبه گفتند که اجرای طرح‌های نو آنها را مجبور می‌کند که مردم را به نیروی برق بگذارند. امسال 4 لایحه بزرگ در مقیاس جمهوری عمل کرده ایستاده است. لایحه الکتریفیکاسیای دهات در بعضی دهات‌ها با ارزش عمومی 6.5 میلیون دلار عملی شده ایستاده است و 94% علاقه از خود کرده شده است. لایحه برنامه رشد ساحه انرژتیک با ارزش 95 میلیون دلار عملی شده ایستاده است. در دایره لایحه کسا هزار با ارزش 15 میلیون دلار و اینچنین لایحه کم کردن تلفات نیروی برق در ولایت ختلان عملی شده ایستاده است که البته برای عملی کردن این لایحه‌ها چخیلی که به هم معلوم است به خاموشکنی شبکه برق اجرا کردن کارها در شبکه‌های برقی غیر امکان است. در تاجیکستان عمدتاً در فصل تیر ماه و زمستان نیروی برق را در ساعت‌های معین می‌دهند، اما امسال اوضاع در تابستان همچنین بود. شکایت ساکنان کشور از بی‌برقی در رسانه‌ها و فضای مجازی زیاد شد. هفته گذشته دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره‌های آب تاجیکستان گفت که هوای گرم طاقت فرسا سبب قطع نیروی برق شده است. مخصوصا در ماه ایول و قسما در ماه یون، لیکن اساسا در ماه ایول در بعض موردها محدودیت برق جای داشت، نابسته از آن که اقتدارهای یعنی استحصالی انرژی برق بسنده بودند، لیکن از حساب از بس که حرارت باد و هوا بسیار گرم بود، این البته تاثیر تکنولوژی با کار تجهیزات ها مخصوصا در شبکه های برقی رسانیده بود. مسئولان شبکه‌های تقسیمات برق میگویند برای پیشگیری از صدمه در خطهای بلند شدت و یا زیر ایستگاه‌ها مجبورند انتقال نیروی برق را قطع کنند. اما این مسئولان به این سوال پاسخ ندادند که چرا این مشکل در کشورهای گرمتر از تاجیکستان پیش نمی آید. شکایت ساکنان نه تنها در مناطق دوردست، حتی در محله‌های اطراف دوشنبه از بی‌برقی در تابستان هم کم نمی شود. بسیار وقت میکشم ایران میشه با گریه میکنم. هرچند نه وزیر انرژتیک و نه مسئولین شبکه‌های تقسیمات برق اقرار نشدند، اما یکی از کارمندان ساحه برق در صحبت بدون میکروفون گفت که دلیل اساسی تاب نآوردن خطای انتقال از سبب فرسوده شدن سیستم انرژتیکی است. تاجیکستان سالانه به 19 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق نیاز دارد. در تاجیکستان میمانیم. در شهر بوستان که پالایشگاه اساسی آن دیگر قادر به کارکرد آب و پسمانده‌ها از شبکه آب و کاریز شهر نیست، مقامات وعده دادند که مشکل را
با کمک سرمایه‌گذاران خارجی حل می‌کنند. عین زمان وضع و حد بد بوده است که آبی آلوده، بدبوی و خطرناک برای صحت اهالی از حوض‌های پالایشگاه بیرون آمده و در جویبارهای بین محله‌ها جاری می‌شود. فرزان محمدی گزارش می‌دهد. مسئولان حکومت شهر بوستان میگویند برای حل مشکلی تشناب تا حال علاج نیافتند و انتظار سرمایه‌گذاری هستند. فیروزه نورالله‌زاده رئیس این شهر در نشست خبری خویش هفته گذشته به روزنامه‌نگاران گفت که بنابر زیاد شدن اهالی و کارخانه‌های صنعتی اقتدار پالایشگاه بازمانده از زمان شوروی نمی‌رسد و فعلا در فکر از نوسازی آن هستند. لوحه‌های بزرگی که با دستگیری همین یورابانک شده ایستاده است، ما همین آماده کردیم. کارهای حجت نگاری رفته ایستاده است و امید داریم که بعد تأسیس شدن هر یک شهر و ناحیه پرتوگاهی خودش الوهیده میکند و این مسئله حل خودش را خواهد یافت. این پالایشگاه در حدود ناحیه باباجان غفوروف جایگیر شده است. مساحت آن تقریباً 22 هکتار بوده، حدود 30 حوض دارد. به این پالایشگاه بغیر از پسمانده‌های آب ساکنان شهر بوستان، اینچنین تشناب چند کارخانه صنعتی ناحیه باباجان غفوروف پیوسته است. حالتی که مردم را به تشویش آورده است این است که آب گندیده آن از حوضها بیرون شده به جویبار داخلی محله و گذرهای جماعت اونجی و اطراف آن جاری می شود و تا به دریای سیر می ریزد. مردم میگویند نه فقط رنگ آب دیگر شده است بلکه بوی غلیظش نیز آنها را به تشویش آورده است. اکنون این خوف گندگیش می که هوا گندتر شود بسیارتر خوف ضرر رسانی این آبی پیدا میرسد. این ممکن یکان اینفکسی را بیادم عجب نه خوف. رئیسان حکومت‌های شهر بوستان و ناحیه باباجان غفوروف پیشتر گفته بودند که هرچی زودتر راه حل آن را میجویند. برای بررسی آن گروهی کاری از حکومت ولایت سوخت هم تأسیس یافته بود. همچنین اولیه پیش یا دیگه دورای پیش یا راه آلترناتیویی که 2 کیلومترش قبورا را بردگی هم نیستن. اینا از این مسئله برداری کرده شده ایستاده که حساب همین صاحبکارا و دیگه ما حل کنیم چقدر کی یاردم میکنه اما قبورا بستنوید کنیم که با یک راه آلترناتیوی برای شبکه‌های آب و کریزی باشه. بد شدن وضع اکولوژی و کار آب و کاریز شهر و ناحیه‌های تاجیکستان سال تا سال بیشتر می‌گردد. مقامات میگویند این حالت به زیاد شدن اهالی و کارخانه‌های صنعتی ربط دارد. ساکنان میگویند در عوض پولی که مردم به این نهاد می‌دهد، آن باید تجهیزات نو آورد یا پالایشگاه‌های نو سازد تا مردم از بیماری‌های همگیر و بوی بد رهایی یابد. فرزان محمدی، رادیو آزادی ناحیه باباجان غفوروف. و کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان از هلاکت 2 نفر خبر داد که هنگام کندن چاه در ناحیه وحدت جان دادند. دفتر مطبوعات کمیته امروز با نشر یک بیانیه رسمی گفت هر 2 نفر روز 3 آگوست به فلاکت دچار آمده جان خود را از دست دادند. در بیانیه آمده است که هنگام کندن چاه در یک خانه در محله 14 شهر وحدت خاک زیادی به اثر هر دو فرو ریخته است و آنها به هلاکت رسیدند. یکی از قربانیان 30 و دیگری 46 ساله بوده است. ماموران نجات همراه با کارمندان میلیسا و کمک مردم جسدها را ساعت 11 شب بیرون آورده به مقامات سپردند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان در یک بیانیه دیگر از مرگ 2 نورست در شهر ایسفره و ناحیه سینا در دوشنبه خبر داده است. در بیانیه آمده است که یک طفل 8 ساله از دهه خاناباد ایسفره روز 3 آگوست هنگام آببازی در دریای ایسفره و نورسی 12 ساله دیگر از ناحیه سینا روز 2 آگوست در کانال حصار غرق شده و جان دادند. نجات بخشان جسدی هر دو را پیدا کرده و به مقامات و به خویشاوندانشان سپردند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان از مردم کشور خواسته است که فرزندان نابالغ خود را به نظارت نگذارند چون در 2 مورد غرق شدن بچه‌ها در 2 روز گذشته عامل اصلی همین بی‌نظارتی بوده است. برنامه اخبار آزادی به پایان رسید. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. برای خبر و گزارش‌های بیشتر سر بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک. اگر شما هم خبری دارید بفرستید، تحقیق می‌کنیم درست بود نشر می‌شود. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.